این داستان مال زمانیه که کلاس نهم بودم. داشتم از خونه دوستم برمیگشتم خونه. اون یکی از بهترین دوستامه، واسه همین زیاد میرم پیشش. حدود 9 شب بود. من معمولا ساعت 5 یا 6 برمیگشتم خونه، ولی از اونجا که هفته امتحانا بود با هم بیشتر بودیم و درس خوندیم. دوستم طبقه 15 زندگی میکنه. با آسانسور باربر رفتم پایین چون از آسانسور عادی سریع‌تره. آسانسور یه جورای قدیمی بود و خیلی تکون میخورد. دیواراش کثیف بود و پر از نوشته، چراغش هم سوسو میزد که البته از همچین آسانسور داغونی انتظار بیشتری نمیرفت. اون موقع 3-4 نفر دیگه هم داشتن با من میومدن لابی. آسانسور به صورت نرمال رفت پایین، ولی بعد ناگهان تو طبقه 9 در باز شد. یکی از دوستامو دیدم، اسمش ویلیه. داشت با چند تا بچه دیگه که احتمالاً دوستش بودن میگفت و میخندید. بعدش به من نگاه کرد و لبخند زد. من یه لحظه بهش زل زدم ولی بهش جوابی ندادم چون خب ما اونقدر صمیمی نبودیم. هیچی تو ذهنم نیومد که بگم. خلاصه آسانسور باز شد و رسیدیم به لابی. ولی بعدش فهمیدم که هیچ کس تو آسانسور به جز من اون بچه‌ها رو ندیده بود. با اینکه اونا داشتن بلند میخندیدن. ولی خب برام مهم نبود. رفتم خونه و خوابیدم. روز بعد باز ویلیو دیدم. از رو کنجکاوی پرسیدم چرا اینقدر شب دیر وقت بازی میکردی؟ چرا خونتون نبودی؟ خیلی گیج شده بود. ازم پرسید منظورت چیه؟ من دیروز هیچ جا نرفتم، خونمون بودم. از ترس سکته کردم. باورم نمیشد. دوباره ازم پرسید دیروز چی پوشیده بودم؟ گفتم یه تیشرت سفید، درسته؟ امیدوار بودم بگی آره، ولی گفت نه. قلبم از دهنم اومد بیرون. اگه دختر دیشب ویلی نبود، پس کی بود؟ چند روز بعد طبق معمول خونه دوستم بودم و دوباره دیر به خونه برگشتم. تو راهرو از دوستم خداحافظی کردم. یه چیزی اومد تو ذهنم. چجوری برم پایین؟ جریان آسانسور یادم افتاد و از پله ها رفتم پایین. البته تصمیم خیلی خوبی نبود، ولی لااقل بهتر از اون آسانسور ترسناک بود. از پله های تاریک رفتم پایین. هر از گاهی هم اطرافم رو نگاه می کردم. وقتی دوباره نگاه کردم یه سایه دیدم. داشت از اون طرف به پایین پله ها نگاه می کرد. به نظر نرمال اومد، واسه همین به راهم ادامه دادم. پایین پامو نگاه می کردم که نیفتم. وقتی دوباره به بالا نگاه کردم ناگهان اون سایه در یه چشم به هم زدن از جلوی چشام غیب شد. خیلی ترسیده بودم. آخه چجوری اونقدر سریع محو شد؟ نکنه از بالکن پریده بود پایین؟ قدم هامو سریعتر کردم و یکم بعد در کمال تعجب دیدم نوشته طبقه 8 و این یعنی اون موجود رو تو طبقه 9 دیده بودم. همون طبقه‌ای که توش جن همزاد ویلیو دیده بودم. سریع به دوستم زنگ زدم و همه چیزو تعریف کردم. تعجب کرده بود. گفت اتفاقا خیلیا گفتن که طبقه 9 تسخیر شده است. گویا یه مرد اونجا تو آپارتمانش مرده، ولی 3 روز بعد جسد متلاشی شده‌ش رو پیدا کردن. این ماجرا وقتی 10 سالم بود توی دبی اتفاق افتاد. وقتایی که تعطیل بودم میرفتم خونه دوستم تا با هم دیگه بازی کنیم. یه روز مثل همیشه رفتم تو اتاقش تا با هم بازی کنیم. بعد از مدتی رفتم توی دستشویی. وقتی داشتم صورتمو میشستم ناگهان همه چیز شروع به افتادن کرد. شوکه شده بودم. گفتم شاید به خاطر باده، ولی وقتی دور و برمو نگاه کردم دیدم هیچ پنجره‌ای وجود نداره. اومدم بیرون و به دوستم قضیه رو گفتم. اونم گفتش که تو اتاقش یه روح وجود داره. ترسیدم و اولش حرفشو باور نکردم. ولی بعدش مامان و باباش برام از خاطرات پانورمالی تعریف کردن که از وقتی اومده بودن توی این خونه براشون اتفاق افتاده بود. یه بار بابای دوستم داشته تو آشپزخونه بوریتو درست میکرده که ناگهان تلفنش زنگ میخوره. بوریتو رو روی گاز میذاره و میره به تلفن جواب میده. وقتی برمیگرده میبینه بوریتو داره روی شعله گاز میسوزه. ولی اون گفت مطمئنه که شعله گازو اصلا روشن نکرده بوده.
یه روز دیگه مامانش داشته خمیر درست میکرده که ناگهان حس کرده یکی داره خفش میکنه و گلوشو از پشت گرفته. اون جیغ میزنه و از آشپزخونه میره بیرون. همون شب وقتی خواب بودن از تو همون صداهایی میشنون و وقتی میرن میبینن حوله، مسواک، دستمال و همه چیز افتاده روی زمین. و این داستان آخری موهای تنمو سیخ کرد. دقیقاً واسه منم همین اتفاق افتاده بود. اونا به چند تا جنگیر زنگ زده بودن و جنگیرها هم طی انجام یه سری مراسم هایی فهمیدن قبلا توی این خونه 2 نفر کشته شدن. واسه این که حقیقت رو بفهمن رفتن سراغ صاحب خونه و اونم حرفای جنگیر رو تایید کرد و بابت کرایه دادن خونش معذرت خواسته بود. اونا درست فردای روزی که من اونجا بودم از اون خونه رفتن. هنوزم به اون همون فکر میکنم و اینکه اون موجودات نامرئی چه شکلی میتونستن باشن. سلام، من توی شهر تو فیلیپین زندگی میکنم. این ماجرا چند مدت پیش اتفاق افتاد، اما هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. اون شب واسه یه برنامه‌های بیرون بودم و دیر موقعم بود. خلاصه چاره‌ای نداشتم جز اینکه سوار جیپنی بشم. جیپنی یه وسیله حمل و نقل تو فیلیپین هستش. خیابونا کاملا خلوت بود. دیدم یه جیپنی داره میاد. دست تکون دادم و تا پامو داخلش گذاشتم نگاهم به زن کنار راننده افتاد. زن انگار خوابیده بود. چون سرش رو شونه راننده بود گفتم حتما دوست دختر یا زنشه دیگه. نزدیکای در نشستم. روبروی صندلیم یه پیرمرد بود. یعنی اون موقع فقط ما 4 نفر تو جیپنی بودیم. داخل جیپنی کاملا ساکت بود. هیچ کس حرفی نمی زد. منم هیچ توجهی به بقیه نمی کردم و همینم بزرگترین اشتباهم بود. وقتی جیپنی چند متری رفت ناگهان پیرمرد روبروم از راننده خواست ماشین رو نگه داره و دست منو گرفت و کشون بیرون. اولش نفهمیدم چی شده. بعد به خودم اومدم و به خاطر رفتار عجیبش داد زدم و گفتم ولم کن. پیرمرد اولی جوابی نداد و بعد گفت شش، بهم اعتماد کن. هنوز گیج بودم ولی سریع دنبالش رفتم چون اون لحظه خب نمیدونستم باید چی کار کنم. سرم پر از افکار وحشتناک شد. اگه بخواد کیفمو بدزده چی؟ یا بخواد منو بکشه باید چی کار کنم؟ وقتی از جیپنی پیاده شدیم بالاخره پیرمرد با صدای آروم به هم گفت دختری که کنار راننده نشسته بود یه جسد مرده بود. باور نمی کردم. دوباره گفت با چشمای خودم دیدم. لبها و ناخوناش سیاه شده بودن. تو کمرش هم یه یخ‌خوردکن فرو رفته بود و پر از خون بود. شوکه شده بودم. اگه دنبال اون پیرمرد نمی رفتم و تو جیپنی می موندم چی می شد؟ پیرمرد چند قدم دور شد و دوباره گفت دفعه بعد بیشتر مراقب باش. بعد از اون شب هر وقت سوار جیپنی میشم همیشه حواسم رو جمع میکنم. جمعه شب بود. آخرین دلیوریامو انجام دادم و راه افتادم سمت باری که هر شب میرم اونجا که یه لیوان مشروب بخورم. دیدم انگار یه بار جدید باز شده و یه کیلومتری از بار همیشگی که میرفتم فاصله داشت. تصمیم گرفتم که برم امتحانش کنم. وقتی رسیدم و در ورودی و فشار دادم متوجه یه چیز عجیب شدم. فقط 5 نفر اونجا بودن. هم کاستوم هالووین تنشون بود، مثل خونا شام، روح، گرگینه و جادوگر سیاه. حس خوبی نداشتم چون من تنها فرد عادی اونجا بودم و تازه هالووینم یه 2 روز پیش تمام شده بود و همونجوری اونجا واسطاده بودم و جلوی در ورودی رو گرفته بودم. ولی ناگهان همه اون آدما برگشتن و به من زل زدن، انگار که یه کار خیلی غلطی انجام داده باشم. و بالاخره تکون خوردم و رفتم سمت بارمن. بارمن درست شبیه جلادا بود. با یه صدای خشن ازم پرسید که چه میخواید قربان؟ خون یا گوشت؟
مثل چی ترسیده بودم، ولی فکر کردم حتما مدل هالووینی سفارش گرفتنه و خلاصه گفتم که یه لیوان خون لطفاً. برگشت بطری شرابو گرفت و ریخت توی جام. بعدش هم در یک کش رو باز کرد و ازش یه آویز سیاه 5 زلی شیطانی در آورد. آویزو 3 بار کرد توی شراب و زیر لبم یه چیزایی زمزمه می کرد و در کمال تعجب شراب سیاه شد. جامو گذاشت رو میز و گفت یه نفس برو بالا. من اون موقع خیلی تشنه بودم، واسه همین همش رو کامل خوردم. خیلی قوی بود و دیدم کم کم داشت تار می شد. پولش رو حساب کردم و سریع از بار رفتم. موقع راه رفتن همه جا داشت تیره و تار می شد. نمیدونستم کجا دارم میرم. ذهنم درگیر آدمای داخل بار بود که موقع رفتن داشتن به من میخندیدن. ناگهان بیناییم درست شد و دیدم که رسیدم به خونه. اولش خیالم راحت شد، ولی وقتی در و پشتم بستم فهمیدم که وارد خونه اشتباهی شدم. یه خونه کاملا متروکه بود و سرد و تاریک. فقط یه کوچولو نور ماه میتونست اطراف روشن کنه. سعی کردم درو باز کنم ولی قفل بود. درست همون موقع که میخواستم درو بشکنم یه صدایی از سقف شنیدم که انگار یه نفر داشت آروم آروم راه میرفت. خیلی ترسیده بودم. هیچ سلاح دفاعی هم همراهم نبود. سعی کردم زنگ بزنم به پلیس ولی گوشیم اصلا سیگنال نداشت. تنها گزینم این بود که از پله ها برم بالا و یه راهی پیدا کنم. با احتیاط رفتم بالا و به طبقه بالا رسیدم. سمت چپم بن‌بست بود ولی سمت راستم یه راه رو بود که هر دو سمتش 3 تا در داشت. درا رو یکی یکی باز کردم. هیچی نبود. اتاق تاریک و کاملا خالی. و بالاخره وقتی در شیشمو باز کردم دیدم یه 5 زلی رو زمین کشیده شده. 5 تا شمع گوشای ستاره رو روشن کرده بود. یهو آویزی که بارمن میکرد توی شراب یادم افتاد. یه سایه سیاهی هم بالای 5 زلی معلق بود ولی نورش هم خیلی کم بود، نمیشد ببینمش که چیه. ناگهان گوشیم افتاد کف چوبی خونه و صدای بلندی داد. سایه سیاه آروم اومد به سمت من. سری رفتم عقب و سرم خورد توی دیوار پشتیم. اون موجود هرگز چهرش رو یادم نمیره. از ترس خشکم زده بود. فهمیدم مرد روبروم همون متصدی بار بوده. هنوزم لباس جلادی تنش بود و به بدن فلج شده من زل زده بود. ناگهان در اتاقای دیگه یکی پس از دیگری باز شدن و اون 5 نفره که توی بار دیده بودم اومدن بیرون. انقدری به هم خندیدن که من از هوش رفتم و سکوت برقرار شد. وقتی بیدار شدم تو بیمارستان بودم. از یکی از پرستارا پرسیدم چی شده و بهم گفت که یه عده نوجوان دیدن تو جنگل راه میرفتم و بعد وارد یه خونه متروکه شدم. سعی کردن که صدام کنن ولی من نه جوابی دادم و نه نگاهشون کردم. و بعد وقتی دیدن من وارد خونه شدم دنبالم اومدن و سعی کردن که درو باز کنن ولی قفل بوده. خلاصه به پلیس زنگ زدن چون فکر میکردن من تو اون خونه گیر افتادم. 30 دقیقه بعد پلیس میرسه و درو میشکنه و میبینی که من بیهوش روی زمین افتادم. منو میرسونن بیمارستان. میخواستن درباره ماجرای اون خونه متروکه از من سوال بکنن. و خلاصه وقتی پلیس برگشت کل ماجرا رو براشون گفتم ولی انگار اصلا حرفمو باور نمیکردن. فکر کردن که از خودم ساختم و به هم خندیدن. بعد از اون مستقیم رفتم سمت خونه و خوابیدم. صبح بعد رفتم حموم و کلی استفراغ کردم و بعدش فهمیدم که استفراغم کاملا سیاه بوده. واسه اینکه همه چی رو فراموش کنم رفتم دوش آب سرد بگیرم. تا آب سرد رو باز کردم یه درد شدیدی تو کمرم حس کردم. بعدش وقتی آب گرم رو باز کردم بخار آب دردم رو بدتر کرد. منم سریع رفتم سمت آینه که پشتم رو ببینم و چیزی که دیدم منو شوکه کرد. همون 5 زلی شیطانی روی کمرم بود که قطعاً با یه چیز تیز هک شده بود. بعد از اون دیگه هیچ وقت به هیچ باری نرفتم.
تو همسایگی ما یه زوجی بود که هر شب سر یه چیزی دعوا می‌کردن و صداشون میومد. شاید سر مواد بود، چون اغلب آدمای اراذل به خونشون میومدن و با یه چیزی برمیگشتن. یه شب یه دعوای حسابی داشتن. از دفعه‌های قبل بدتر بود. صدای گریه و دعوای دوتاشونم میومد. انگار یه چیزی کوبیده شد تو دیوار و بعد ناگهان صداها خاموش شد. کاملا خاموش. دیگه هیچ صدایی نمیومد. خواستم از پنجره نگاه کنم ببینم چی شده، ولی چراغشون خاموش بود. بعد از 15 دقیقه دعوا، یه ون مشکی بیرون نگه داشت و 4 تا مرد با هودی ازش اومدن بیرون و رفتن داخل اون خونه. حدود 1 ساعت بعد دیدم اون مردا و همسایه دارن یه چیزی رو میذارن داخل ون. شبیه یه کیسه زباله بزرگ بود. به پلیس زنگ زدم و جریانو گفتم. پلیس اومد و از مرد همسایه بازجویی کرد. گویا دوست دخترش ولش کرده و رفته بود. گفت نه گم شده نه چیزی، خودش از خونم رفت. من حرفشو باور نکردم. حاضرم قسم بخورم دوست دخترشو کشته و بعدم از جسدش خلاص شده. حدود 1 سال بعد مرد همسایه به خاطر اووردوز مواد مرد و حقیقتو هم با خودش به خاک برد. اسم من مکسه. الان توی شهر زندگی میکنم، ولی چند سال پیش توی یه محله داغون توی یه خونه قدیمی زندگی میکردیم. نه اینکه فقیر باشم. خونه از بیرون زشت بود و قبل از جنگ جهانی دوم ساخته شده بود. ولی توش تمیز و دنج بود. هرچند خیلیا توی اون خونه مرده بودن. من همیشه به روح اعتقاد داشتم، چون اتفاقات عجیبی در این مورد تجربه کرده بودم. مثلا یه شب من و مامانم توی یه اتاق نشسته بودیم. بیرون اتاق کاملا تاریک بود. ناگهان شنیدیم یه نفر تو آشپزخونه خورد زمین. بعدش هم صدای افتادن و شکستن ظرف اومد. ولی وقتی رفتیم اونجا هیچ چیزی اونجا نبود. همه چیز سر جای خودش بود. من و مامانم خیلی ترسیده بودیم. چند سال بعد من یه خوابی دیدم. من و مامانم داشتیم تو خیابون راه میرفتیم و ناگهان وایسادیم. بعد شنیدم یه نفر گفت پل. یکی 3 بار زد به پشتم و با وحشت از خواب پریدم. هیچی تو اتاقم نبود. زیاد بهش فکر نکردم و گرفتم خوابیدم. هرچند بعد از اون شب این رویا هر شب تکرار شد. اون صدا تو گوشم چیزای مختلفی میگفت که الان یادم نیست، ولی یادم یه بار یه چیزی راجع به مرگ مامانم گفت. همیشه هم بعد از اون صدا 3 بار میزد به پشتم. خیلی وحشتناک بود. یه روز من و مامانم تو خونه نشسته بودیم و درباره یه روح حرف میزدیم. منم درباره یه رویا هم گفتم. مامان اولش سکوت کرد. بعدش برام گفت که یه بار با دوستم نشسته بودیم و اونم یه شوخی زشتی به من کرد، ولی فقط واسه یه خنده بود. ولی من ناگهان عصبانی شدم و با صدای مردونه بهش گفتم خفه شو. اما بعدش هیچی یادم نمی اومد. وقتی مامان صدا رو توصیف کرد دقیقاً همون صدای توی خواب من بود. مامان من سال 2017 به خاطر سرطان فوت کرد. مامانم مرد تو اتاق من و تو خونه‌ای که هر شب توش کابوس می‌دیدم. بعد از اون خونه رفتم توی یه خونه دیگه. آره من دیگه تو اون خونه زندگی نمی‌کنم، ولی هنوزم به وجود روح اعتقاد دارم. من سام هستم. آگوست سال 2001 بود. 15 سالم بود و داشتم همراه بابام میرفتم خونه جدید دوستش. ریک دوست بابام چند هفته پیش به این خونه نقل مکان کرده بود. بابام میخواست بره اونجا تا توی دکور و بازسازی خونه کمک کنه، چون خونش خیلی قدیمی بود. البته من انگلیسی اما باید بگم که اینجا خونه قدیمی خیلی زیاد داره، حتی مال 500 سال پیش هم میشه. ریک یه خونه قلعه مانند قدیمی توی جنگل خریده بود. میدونم خیلی وحشتناکه مگه نه؟ در حال رسیدیم و ریک و زنش دعوتمون کردن داخل. بابام و ریک سری رفتن سمت گاراژ تا درباره نقشه خونه صحبت کنن. من با جورجینا زن ریک و نوزادشون ریک جونیور تنها شدم. جورجینا ازم خواست برم توی آشپزخونه و شیر خشک ریکی کوچولو را بیارم. گفتم باشه، چون 15 سالم بود و زشت بود بگم از خونتون میترسم. رفتم توی آشپزخونه و ناگهان چشمم خورد به یه دریچه.
کنجکاو شدم و بازش کردم. یه بوی گندی آشپزخونه رو خیلی زود پر کرد. بوش مثل ادرار اسب مخلوط با استفراغ. ناگهان دستی با انگشتای دراز منو گرفت. فوش دادم و میزدمش. بعد یه دست دیگه اون دستمو گرفتم میخواست منو بکشه پایین. بابامو صدا زدم. ناگهان 2 چشم بنفش توی تاریکی زیرزمین نمایان شدن. اونا به من خیره شده بودن. بابام رسید و اون دستا یک دفعه ناپدید شدن. رو دستام جای خراش بود، واسه همین سری گرفتمش زیر آب سرد. بابام پرسید چی شده؟ گفتم یه چیز شیطانی اون پایین بود. بابام و ریک با چراغ قوه زیر زمین رو گشتن ولی هیچی اونجا پیدا نکردن. به پلیس گفتیم بیاد و خونه رو بگرده و البته اونا هم چیزی پیدا نکردن. وقتی برگشتیم خونمون یه راست رفتم سراغ کامپیوترم. فهمیدم حدود 250 سال پیش مردی اونجا با گلوله کشته شده بود. ولی اون دستایی که من دیدم دستای آدم نبودن. ریک هنوزم اونجا زندگی میکنه و طی این 22 سال چیزای عجیب زیادی هم دیدن. امیدوارم هر کی یا هر چی که توی اون زیر زمینه از اونجا بره و اونا رو راحت بذاره. اوایل سال 2018 بود و دوم دبیرستان بودم. یه جمعه شب عادی بود. ناگهان یهو گشنم شد و تصمیم گرفتم لباس بپوشم و برم به ساندویچ فروشی. 10 دقیقه بیشتر تا خونمون از اونجا راه نبود. معمولاً از یه کوچه میرفتم به ساندویچ فروشی. وسطای راه بودم. هیچ نوری نبود. کاملا خالی و به طرز عجیبی سرد و دلگیر. یکم ترسیده بودم ولی خب چیزی نبود که بخواد بهم آسیبی بزنه. واسه همین فقط قدمامو تندتر کردم و با خودم گفتم که هیچی نمیشه بابا. همینجور میرفتم که ناگهان یه صدای عجیبی از اونجا شنیدم. یه مرد اونجا بود. سرشو میکوبید به دیوار و خورخور میکرد. به نظرم خیلی وحشتناک بود. ولی از اونجایی که تقریبا به ساندویچ فروشی رسیده بودم تصمیم گرفتم که از اون کوچه بگذرم و دست خالی بر نگردم. خلاصه نادیدش گرفتم و راه افتادم. وقتی بالاخره از کنارش گذشتم اون برگشت و با لبخند ترسناکی بهم خیره شد که باعث شد یکم تندتر راه برم. بعد ناگهان صدای قدم پاشو شنیدم. وقتی برگشتم دیدم فقط نیم متر با هم دیگه فاصله داریم. یه چاقوی آشپزخونه توی دست راستش بود و یهو پرید روی من. خوشبختانه تونستم قبل از اینکه چاقوشو فرو کنه 2 دستاشو محکم بگیرم. هرچند اون زورش خیلی زیاد بود و داشت منو فشار میداد به سمت دیوار. من اون لحظه خیلی ترسیده بودم. میدونستم اگه از خودم دفاع نکنم ممکنه بمیرم. من قبلا کلاسای هنرهای رزمی و دفاع شخصی رفته بودم ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بخوام واسه نجات جونم ازشون استفاده کنم. خلاصه منم حمله کردم سمتش. مچ دستشو پیچوندم و لگد زدم توی شکمش. بعد چند تا مشت محکم زدم توی صورتش. با اینکه صورتش پر از خون شده بود ولی انگار بدنش بهش پیغام درد رو نمیداد و تمام توجهشو به کشتن من داده بود. آخرش از تکنیکی که قبلا یاد گرفته بودم استفاده کردم. مچ و آرنج هر 2 دستشو گرفتم و همزمان تو جهت‌های مختلف پیچوندم. بعدم اونقدر به پشت پاش لگد زدم تا بالاخره چاقو رو از دستش ول کرد. راحت نبود چون خیلی دست و پا میزد و مش میزد توی کمرم. ولی وقتی محکم 2 دستشو گرفتم دیگه کاری نتونست بکنه. سرشو کوبوندم تو آسفالت و همین جور بهش مش زدم تا یه وقت دوباره نتونه چاقو رو برداره. و بالاخره از حال رفت. خونریزی خیلی زیادی داشت. بندای انگشت منم حسابی زخمی شده بود. خلاصه پا شدم، چاقو رو برداشتم و پرتش کردم و از اونجا فرار کردم. بالاخره رسیدم توی ساندویچ فروشی. دستامو شستم و غذامو خوردم. ولی البته که دوباره از اون مسیر برنگشتم خونه و بعداً باعث شدش که با یه چیز خیلی وحشتناکتری روبرو بشم. دیدم از اون طرف خیابون داره صدای خورخور میاد.
بازم همون روانی بود. جلوی ساختمون ما وایساده بود. انگار تسخیر شده بود. همش سرشو محکم میکوبید به در ساختمون. صورتش به خاطر مشتای من وحشتناک شده بود. خیلی ترسیده بودم. مامان و بابام رفته بودن سفر و نگهبانمون رفته بود به مرخصی. توان حمله دوباره به اون مرد رو نداشتم. واسه همین دویدم سمت خونه دوست دخترم. خلاصه رسیدم. اونم خونه تنها بود. خیلی نگران شد چون رنگم پریده بود و خون اون مرد روی بدن و لباسم مونده بود. همه چیزو بهش توضیح دادم. به پلیس زنگ زدم تا اطراف خونمون رو چک کنه. وقتی رسیدن مرد روانی هنوز اونجا بود و با سرش میکوبید به در. وقتی پلیس رو دید بهشون حمله کرد ولی اونا سریع اونو گرفتن. گفتن احتمالاً یه روانی ولگرده که تو خیابونا دنبال قربانی میگرده تا بکشه، تجاوز کنه یا هر بلایی که میخواد سرشون بیاره. خلاصه فرستادنش به تیمارستانی مخصوص مجرمان روانی خطرناک. خیلی خوشحالم که آموزش‌های دفاع شخصیم به دردم خورد و جونم رو نجات داد. سلام، اسم من شی هست. حدود 11 سال پیش من و مامانم و برادر بزرگم از میسیسیپی به ناشویل نقل مکان کردیم. قرار شد تا خونه پیدا کنیم با عمو مینا زندگی کنیم. حدود 1 ماه بعدش یه آپارتمان پیدا کردیم. من اون موقع ها چند تا عروسک خرسی از زمان بچگیام داشتم. وقتی کار اسباب کشیمون تموم شد، اتاقمو خیلی خوشگل چیدم. خرسیامو هم روی یه شلف بالای تختم گذاشتم. حدود 1 هفته بعد یکی از عروسک خرسیام همش گم می شد و زیر تخت برادرم پیداش می کردم. فکر کردم برادرم برش می داره تا منو بترسونه. ولی اون واقعا از هیچی خبر نداشت. عجیب بود. واسه همین تصمیم گرفتم همه خرسامو بذارم تو کمد و درشو قفل کنم. اونا واسه 2 روز تو کمدم موندن. همه چی اوکی بود. تا اینکه روز 3 رسید. نصف شب از خواب بیدار شدم و دیدم کمدم ترک خورده و عروسک خرسیم دوباره رفته زیر تخت برادرم. میدونستم یه خبراییه. بعد از اون سریع همه عروسک خرسیامو ریختم دور. ما 1 سال دیگه هم تو اون آپارتمان موندیم و بعدش رفتیم به یه خونه دیگه. هیچ وقت روز آخری که تو اون خونه بودیم و یادم نمیره. تو شومینه استخونای یه آدم رو پیدا کردیم. من حالا 23 سالمه و هنوزم اون روز رو فراموش نکردم. همیشه با خودم میگم کاش اون روز یه دوربین میذاشتم تا ببینم کی میاد و عروسک خرسیمو برمیداره. سلام، اسم من ادیله و این یه داستان واقعیه. پلیس هم این پرونده رو تموم کرده و اون مرد الان توی زندانه. اون موقع 14 سالم بود. توی مدرسه سر کلاس تاریخ بودم و خیلی هم حوصله‌ام سر رفته بود. دوستم نول که بغل دستیم بود گفت میتونی شنبه بیای خونمون چون مامان بابامون روز میرن بیرون و اینجوری میتونیم تو هر وقت خواستیم بیدار بمونیم. من و نول از این داستانا زیاد داشتیم، زیاد میرفتیم خونه همدیگه و من با خودم فکر کردم که این بار قراره کلی بهمون خوش بگذره. بالاخره شنبه شد و خیلی ذوق داشتم. وسایل ضروری مثل مسواک، بازی جدید و اسپری فلفلمو برداشتم. مامان بابا میگفتن همیشه همراه خودت ببرش. منم میبردم. راه افتادم و بعد از 30 دقیقه پیاده روی رسیدم به خونه نول. وقتی در رو باز کرد یکم مضطرب به نظر می اومد. رفتم داخل و در رو پشت سرم قفل کردم که باعث شد بیشتر مضطرب بشه. ازش پرسیدم همه چی اوکیه و اونم گفت آره. نمیخواستم روزمونو خراب کنم. بهش گفتم که ببین اینو خریدم، بریم بازی کنیم. انگار خیلی براش مهم نبود ولی گفت باشه. نیم ساعت گذشت. فقط دسته رو تو دستش گرفته بود و بازی نمی کرد. تلویزیون رو خاموش کردم. ازش پرسیدم چی شده پسر؟ و نول هم گفت به کمکت نیاز دارم. منم گفتم چه کمکی میخوای؟ گفت یه مردی رو توی فیسبوک اد کرده ولی حالا مزاحمش میشه و میخواد باهاش قرار بذاره. و گفته که اگر به مامان بابات بگی اونا رو میکشم. و حالا نول خنگم گفته بود که اون مرد ساعت 8 بیاد اینجا، یعنی 5 دقیقه دیگه.
نول واسه همین گفته بود من بیام، چون میترسید تنهایی قرار بذاره. گفت فکر کردم اگر توی مدرسه بهت راستشو بگم نمیای. درستم فکر کرده بود. خیلی ازش ناراحت بودم. با دروغ منو کشونده بود اونجا و درگیر کرده بود. از اون طرفم حماقتش هم عصبانیم کرده بود که اینقدر راحت آدرسشو به یه غریبه داده. هرچند زمانی واسه دعوا نداشتم. بهش گفتم نگران نباش و اسپری فلفلمو برداشتم و نشستم روی مبل. ساعت 8 زنگ در به صدا در اومد. همونجا نشستم. گفتم شاید یکم دیگه خودش بره. ولی یکم بعد صدای خراشیدن اومد. فهمیدم داره با یه چیزی درو میشکنه که بیاد داخل. من و نول سریع رفتیم تو آشپزخونه و شنیدیم که قفل در شکسته شد و یه نفر وارد خونه شد. چراغا روشن بودن و ما پشت یخچال قایم شده بودیم. مرد با یه صدای کلفتی گفت نول و ما جوابی ندادیم. دوباره داد زد نول کدوم گرگشتی، میخوام بکشمت. من یه نقشه داشتم. نولو از پشت یخچال هل دادم اونور. نول زور میزد برگرده. مردم با خنده داشت میومد سمت ما. تا نزدیک یخچال شد من پریدم و اسپری فلفل رو زدم توی چشماش. از درد داده زیادی کشید و پیچگوشتی توی دستش رو هوا میچرخوند. من پیچگوشتی رو گرفتم و یه ماهیتابه برداشتم و زدم توی سرش. از هوش رفت. طرف کت شلوار شیکی پوشیده بود و صورتش هم شیش تیغ کرده بود. ما به پلیس زنگ زدیم و فهمیدیم که اون مرد تحت تعقیب بوده و شکایت‌های زیادی به خاطر مزاحمت داشته. پلیس تو کیف اون مرد چند تا ابزار پیدا کرد که احتمالاً واسه یک کشتن قربانیاش استفاده می شده. به هر حال خوشحالم که نول بهم زنگ زد، چون اگر من اونجا نبودم خدا میدونست چه بلایی قرار سر نول بیاد. من یه پرستارم. شب خیلی سردی بود و جاده هم خیلی خلوت بود. خونه‌ای که توش زندگی می‌کردم فقط 3 کیلومتر تا محل کارم فاصله داشت. داشتم تو منطقه مسکونی نزدیک خونمون رانندگی می‌کردم که ناگهان دیدم یه مردی وسط جاده افتاده رو زمین. از اونجایی که پرستارم اولین چیزی که اومد تو ذهنم این بود که باید بهش کمک کنم. خب اینجور چیزا تو محل کار من هر روز اتفاق میفته. خلاصه سرعتمو کم کردم، ولی بعد فهمیدم چه حرکت احمقانه‌ای کردم. من یه زن 45 کیلوییم و هیچ سلاح دفاعیم همراهم حمل نمی‌کنم. فکر کردم باید به نحوی به این مرد کمک کنم. واسه همین به پلیس زنگ زدم و ماشینمو هم کنار پارک کردم. به پلیس گفتم یه مرد تو جاده افتاده و به کمک فوری نیاز دارم. ناگهان یه صدای بلند از پنجره سمت راننده شنیدم. بنگ بنگ. جیغ زدم و سرمو برگردوندم و دیدم یه مرد داره محکم میکوبه به شیشم و میخواد در ماشینمو باز کنه. تو آینه ماشین نگاه کردم و دیدم هیچ اثری از اون مرد رو زمین نیست. هنوز تماسم با پلیس برقرار بود. بهشون گفتم خیلی میترسم و سریع همه چیزو تعریف کردم. با اینکه درست کنار خونمون بودم، ولی پلیسی که پشت خط بود بهم گفت گازشو بگیر و برو. بعد چند دقیقه کمی آروم شدم و بعد پلیس گفت که دور و بر تو یه نگاه بنداز. ماشینمو تو جاده نزدیک خونمون نگه داشتم و اطرافو نگاه کردم. هیچ کس اونورا نبود. پلیس پشت خط بهم گفت که یه ماشین پلیس فرستادم و داره میاد سمت محلتون. منم دیگه تماسو قطع کردم. داشتم وسایلمو برمی داشتم تا بیام بیرون که ناگهان اون دیدم. داشتم راه 2 مرد دیگه می اومد. سریع سرمو پایین گرفتم و قایم شدم تا اینکه بالاخره از اونجا دور شدم. بعد سریع دویدم و رفتم تو خونم. نمیدونم اون مرد چه قصدی داشته و چه کاری میخواست بکنه که 2 نفرم با خودش آورده بود. به هر حال از من به شما نصیحت، همیشه دراتونو قفل کنید. چند سال پیش خانواده‌مو بردم به یه کلبه نزدیک رودخونه تا جشن بگیریم، چون یه کیس بزرگ مواد مخدر رو تو دادگاه برده بودم. نصف شب وقتی خواب بودم زنم محکم شونمو تکون داد و بیدارم کرد. گفت یه نفر همش داره درو میکوبه. با خودم فکر کردم کی آخه نصف شبی با ما کار داره؟ پا شدم رفتم تا یه نگاهی به بیرون بندازم. زنم گفت چوب بیسبالو هم ببر، اما من گفتم لازم نیست. طرف همینجور داشت درو میکوبید. درو باز کردم. یه بچه بود. پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ بعدش سریع فرار کرد. منم چون زنم داشت نگاه میکرد دویدم دنبالش.
بچه همونجور دور زمین میدوید، اما بالاخره افتاد و گرفتمش. پرسیدم چرا نصف شبیده رو میکوبیدی؟ جواب داد چون عموم گفته در بزن. چی؟ چرا؟ پسر کمی تفره رفت و بعدش مستقیم تو چشمام نگاه کرد و گفت تا تو رو از اون خونه بکشیم بیرون. همون موقع زنم با جیغ اسمم رو صدا کرد و از پشت سرم صدای قدم‌های پا شنیدم. برگشتم، دیدم 4 تا مرد همزمان دارن میدوئن سمت من. سریع فرار کردم، به سمت زنم نگاه کردم. اومده بود بیرون و چوب بیسبال تو دستش بود. ولی من داد زدم و گفتم برگرد تو و به پلیس زنگ بزن. اون مردا همینجور دنبالم بودن و فاصلمون فقط 4 متر بود. خودم رو توی کمد قایم کردم، گوشیمو در آوردم و سریع به پلیس زنگ زدم. وقتی پلیس رسید فهمیدن که اون مردها یه سری اطلاعاتو از تو ماشینم دزدیدن. اون مردا کی بودن و اگه منو میگرفتن چی میشد؟ میدونم اگه میتونستم بیان تو خونه اوضاعم از اونم خرابتر میشد. یعنی چی از من میخواستن؟ بعد از اون شب دیگه هیچ وقت به اون کلبه بر نگشتیم. یه شب حدود ساعت 1 داشتم از سر کارم برمیگشتم خونه. جاده‌ام خلوت بود. توی سراشیبی بودم که ناگهان صدای یه چیزی مثل موتور جت شنیدم و دیدم که یه ماشین با سرعت خیلی بالا ازم سبقت گرفت. ماشین حسابی داغون و قدیمی بود. انقدری داغون بود که از سرعت زیاد بالا پایین میشد ماشین طرف. بعد یکی از تایراش جدا شد و در نهایت بعد چند دور چرخ خوردن خورد به جدول. از ماشینم پیاده شدم که ببینم حال افراد توی ماشین خوبه یا نه. مرد از ماشین پیاده شد، به من نگاه کرد و بعدش هم با سرعت اومد سمت من. نمیدونم چرا ولی در ماشینم رو قفل کردم. البته خب خدا رو شکر، چون اون مرد تا رسید به من حمله کرد بهم و با مش میکوبید به شیشه و میخواست در رو باز کنه و بیاد داخل. هرگز اون نگاه توی چشماشو فراموش نمی کنم. طبیعتا منم ترسیدم، پامو گذاشتم رو گازشو گرفتم و رفتم سمت خونه. وقتی رسیدم تصمیم گرفتم ماشین رو عوض کنم و برگردم اونجا ببینم چه خبره. 2 ماشین آتش نشانی و حدود 4 پلیس نزدیک محل حادثه بودن. وقتی به صحنه تصادف برگشتم اون مرد اونجا نبود. واسه همین برگشتم خونمون. روز بعد وقتی رفتم سر کار طبق معمول حوصله‌ام سر رفته بود. مشغول خوندن اخبار شدم که چشمم به یه خبر شوکه کننده افتاد. خبر راجع به مردی بود که 1 ساعت توسط ماشین‌های پلیس تعقیب شده بود. گویا اون مرد به خاطر مواد های بوده. یه ماشین میدوزه و با سرعت توی جاده میره و پلیس هم میفته دنبالش. بعد از تصادف مرد رفته اونور جاده و سوار اولین ماشینی که وایساده شده که از قضا یک تاکسی زرد بوده. ماشینو نگه داشته، رفته درو باز کرده، راننده رو هل داده بیرون و متاسفانه راننده به ماشین گیر کرده و توی سرعت بالا روی زمین کشیده شده و مرده. قطعا مرگ دردناکی بوده. من به پلیس زنگ زدم و اونا هم یک کاراگاه فرستادن. اثر انگشت روی ماشین رو گرفتن و ازم یه چند تایی سوال پرسیدن. به عنوان شاهد اصلی اون قتل مجبور شدم برم دادگاه و حضور داشته باشم. اون مرد به 30 سال زندان محکوم شد و بهم گفتن که شهادت من نقش خیلی مهمی توی محکوم کردنش داشته. هنوزم گاهی به اون شب فکر میکنم. اگه ماشین رو قفل میکردم ممکن بود من جای اون مرد میمردم.